افغانی کارگر جاسوس نیست. جای جاسوس رو با کارگر عوض نکنید. این صحبت‌های آقای مصطفی کاکبیانی که در برنامه میزگرد شبکه خبر این موضوع رو مطرح میکنه و اسم این خانم رو میاره که اسمش هست خانم کاترین چکدم. بر اساس اطلاعات به دست آمده این خانم بنا به گفته همین آقای کواکبیان که الان ویدیوشو میبینیم با 120 نفر از مقامات رد بالای رژیم ولایت مطلقه فقیه رابطه همخوابی داشته. این خانم الان رفته در چند جا هم مصاحبه کرده، گفته من جاسوس نبودم و با کسی هم ارتباط نداشتم. این خانم اومده طعمشو بلعیده، طعمشو گرفته و نمیخواد طعمش نه بمیره و نه بسوزه. این طعمه رو الان هم داره ازش استفاده میکنه، مگر اینکه توسط خود جمهوری اسلامی کشته بشه یا توسط اسرائیل که دیگه ارزشی نداشته باشه. ولی تا زمانی که این خانم هست و میتونه از اونها اطلاعات کسب بکنه، اونها مجبورن به خاطر همخوابگی که با ایشون داشتن و اطلاعاتی که به ایشون دادن سکوت بکنن و هرچی اون میخواد در اختیارش قرار بدن. وقتی نفوذ میاد به این گونه میاد، اول میاد نزدیک میشه، نفر رو تسخیر میکنه، ازش سند و مدرک میگیره و مجبورش میکنه به اینکه اون چیزی که ازش میخواد براش انجام بده و هیچگاه این زحمتی که کشیده اینو به دست آورده برباد نمیده بره در رسانه ها بگه من جاسوس بودم، من نفوذی بودم، من با کی بودم، با کی نبودم. برای همین داره کار میکنه و از کارش داره استفاده میکنه و خوبم جلو رفته. بریم صحبت‌های آقای کواکبیان رو بشنویم. واقعا شاید ما یه اختلاف نظری داشته باشیم سر بحث نفوذی ها. ببینید این مسئله مهمه. حالا من دیدم بعضن شروع کردن بحث نفوذی ها، یه بحث حالا مهاجرین افغانستانی رو مطرح میکنند و اینا، اصلا خیلی سطح بحث دارن تقلیل میدن. اما من بحثم واقعا در مورد نفوذی ها قوی تر از این حرف هست. خب نفوذی هایی مثل افغانستانی ها مثلا بیان چه کار میتونستن بکنن؟ شما ببینید این بحث کاترین اشکدمی که این روزا بالاخره بحثش مطرح شد، خب آیه قرآن هم میخونده توی مباحث و من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته. این نفوذی در این حد ما داشتیم. یعنی واقعا این که بیاریم تقلیل بدیم بگیم چرا تا افغانیان نفوذیای ما هستن، این نیست. واقعا نفوذی‌ها رو خیلی عمیق‌تر ما بگیریم. اتفاقا نفوذی‌ها کسانی هستن که بیشتر از انقلاب صحبت میکنن، بیشتر از انقلاب دفاع میکنن، ظاهر انقلابی تری هم جلوه میدن، چون نمیتونن یه جوری جلوه بدن که خب معلوم باشه که اینا نمیتونن انقلابی باشن. من واقعا معتقدم که بحث نفوذی‌ها رو باید بیایم اتفاق نظر داشته باشیم. بله این که بیایم بگیم حالا تو این شرایط قانون گزینش باید چی بشه، اینا حرفای سخیفی است.